تا حالا پیش اومده حساب مهربانی بانک ملی داشته باشی، بخوای وام بگیری ولی نتونی پیدا کنی که کدوم بازه زمانی بیشترین پولو بهت میده؟ فکر کردی شاید 10 میلیون تومان وامو از دست بدی؟ مشکل اینجاست. برای پیدا کردن بهترین بازه باید میلیون‌ها حالت مختلف رو چک کنی اگر هم با سعی و خط پیدا کنید و بخواید وام رو یه روز دیگه بگیرید و یا اینکه واریز یا برداشت جدید داشته باشید، کل محاسبات به هم میریزه و باید از اول شروع کنید. این یعنی اتلاف وقت، انرژی و مهمتر از همه پوله. اگر حتی یک بار همین مسیر رو طی کرده باشید، میدونید که مسیر پرچالشی هست و با احتمال خیلی زیاد نمیتونید بر اساس سپرده‌گذاری که کردید حتی اکثر مبلغ وام رو دریافت کنید. و اما یه خبر خوب اینه که دیگه لازم نیست این همه حساب و کتاب انجام بدید. ربات وام من این کوه از محاسبات رو در چند ثانیه براتون حل میکنه، با هزینه خیلی جزئی، در چند ثانیه، با دقت 100%. برای اینکه از صحت عمل کرده ربات مطمئن بشید، در 3 بار اول استفاده مبلغ حداکثر وام قابل دریافت و کاملا رایگان بهتون نشون میده تا دلتون قرص بشه. برین تو دل ربات. سرویس اول محاسبه حداکثر وام هست. فقط با چند کلیک میتونید حداکثر مبلغ وام قابل دریافت و بهترین بازه زمانی رو برای شما محاسبه میکنه. سرویس دوم تقسیم امتیازه. اگر میخواد وام رو در 2 قسمت دریافت کنید و یا انتقال امتیاز بدید، این سرویس بهترین تقسیم بندی با حداکثر مبلغ وام قابل دریافت رو براتون محاسبه میکنه، خصوصا اگه سپردتون بالای 1 ساله. سرویس سوم پیش بینی و برنامه‌ریزی. اگه میدونید در آینده واریز یا برداشت‌های مختلف دارید، ربات بهترین بازه 1 قسمتی یا 2 قسمتی رو برای اون تاریخ‌های خاص هم محاسبه میکنه. در بخش جستجو با کد سفارش نتیجه محاسبه رو با یک کد سفارش میتونید تا 2 ماه بعد هم چک کنید. اگه خودتون حوصله کار با ربات رو ندارید، گزینه اجرا توسط کارشناس فعال تا کارشناسای ما این کار رو از طرف شما انجام بدن. اگه میخواد از ربات کسب درآمد کنید و یا استفادهتون زیاده، با خرید بسته‌های مناسب خودتون سرویس‌های ربات رو با هزینه خیلی کمتر استفاده کنید و برای افرادی که خودشون نمیتوانند از ربات استفاده کنند، با هزینه متعادل ارائه خدمات بدید. همین الان آیدی وام من بات رو توی نرم افزار بله جستجو کنید یا از لینک توضیحات که در زیر همین ویدیو گذاشتم وارد بشید و 3 بار اول رو رایگان تست کنید. یادتون نره کانال اطلاع رسانی وام من ما رو هم دنبال کنید تا از اخبار مرتبط و کدهای تخفیف ویژه با خبر بشید.